سلام، من نجمه هستم. 24 سالمه و داستان زندگی من برمیگرده به 10 سال پیش. 14 سالم بود. ولی قد بلند و چارشونه بودم. برای همین بهم میخورد 20 ساله باشم تا 14 ساله. پدرم توی یه شرکت کار میکرد. با پیشنهاد رئیس شرکت قرار شد خواهرم بره تو شرکت و برای 500 نفر غذا درست کنه. ولی خواهرم قبول نکرد و گفت سخته و برام مشکله. ما به پدرم پیشنهاد دادیم با رئیس صحبت کنه که ما یه آشپزخونه بزنیم و شرکت غذای نیروهاشو از ما با قیمت مناسب تهیه کنه. پدرم هم با رئیس شرکت صحبت کرد و اونم موافقت کرد. ما یه وام گرفتیم و کارمون شروع کردیم. توی آشپزخونه مسئولیت زیادی به عهده من بود. به خاطر هوش و ذکاوتم هم به پدرم توی امور مالیش کمک میکردم. این مدتی که تو آشپزخونه کار میکردم همه بهم افتخار میکردن. چون تمام و کمال کمک میکردم و از جون مایه میذاشتم. 1 سالی از زمانی که ما آشپزخونه رو با کلی قرض و وامی که از شرکت گرفته بودیم و راه انداخته بودیم میگذشت. همه چی خوب بود. من تو کارا به پدرم کمک میکردم. اگه مواد غذایی رو میآوردن تحویل میگرفتم و خلاصه مواظب بودم چیزی کم و زیاد نشه. این وسط رئیس شرکتم گاهی می اومد آشپزخونه سر میزد ببینه اوضاع احوال چطوریه. اصلا از اینکه وقت و بی وقت می اومد حس خوبی نداشتم. چون به نظرم اومدنش دلیلی نداشت. ولی خب نمیتونستم چیزی بگم. مجبوراً هر وقت می اومد میرفتم ازش پذیرایی میکردم و اونم چند تا سوال از کارا میپرسید و میرفت. هممون سخت شبانه روز کار میکردیم که پول یه جهیزیه معمولی و خرج سروسات عروسی خواهرمو که اون زمان نامزد بود و جور کنیم. عروسی خواهرم که 5 سال از من بزرگتر بود نزدیک بود. تقریباً خرج جهیزیه و رفت آمد میشد. چند ماهی گذشته بود. تقریباً جهیزیه خواهرم رو تکمیل کرده بودیم. توی این چند ماه هرچی از آشپزخونه درآمد داشتیم برای قسط وام و جهیزیه خواهرم رفته بود. دیگه پول کافی برای خرید مواد غذایی نداشتیم. یه روز که رئیس شرکت طبق معمول اومده بود آشپزخونه، وقتی دید غذایی نیست و قابلمه خالیه پرسید: چه خبره؟ چرا دیگه کار نمی کنید؟ نکنه از دستمزدتون راضی نیستید؟ گفتم: نه، پولی نداریم که بخوایم مواد غذایی بخریم. فروشگاهی هم که باشون کار میکردیم و ازشون جنس میخریدیم دیگه نسیه قبول نمیکنن. ما هم نمیتونیم غذای کارکنان رو آماده کنیم. گفت: خب اینجوری که نمیشه. هم به خاطر پرداخت قسط وامتون باید کار کنید. همین که خودتونم نیاز دارید. به پدرت بگو بیاد پیش من. من یه آشنا دارم که نسیه میتونه بهتون مواد خام بده. خیالتون راحت. خیلی خوشحال شدم از این که کسی پیدا شده که بهمون کمک کنه. خدا رو شکر کردم که هنوزم آدمای خوب هستن. پدرم که با رئیس شرکت صحبت کرده بود، گفته بود یکی از که ازمون سفته میگیره و بهمون جنس میده. ما هم هر وقت پول اون سفته ها رو بهش بدیم، سفته ها رو بهمون پس میده. ما هم چون چاره‌ای نداشتیم قبول کردیم و قرار شد فرداش آشنای رئیس شرکت بیاد و قرارداد ببندیم. وقتی اومد برای خرید 3 ماهمون ازش جنس و مواد خام گرفتیم و بهش سفته دادیم. 2 هفته بعد عروسی خواهرم به خوبی و آبرومندانه برگزار شد. همه راضی بودیم از خودمون که تلاشمون رو کردیم بهترین عروسی رو براش بگیریم. اوضاع آشپزخونه‌ام مثل همیشه پیش میرفت. 3 ماه گذشته بود و مواد غذایی رو به اتمام بود. همین که موعد پرداخت سفته هم رسیده بود. اون روز سرمون شلوغ‌تر از همیشه بود. شرکت کلی سفارش داده بود که باید سریع حاضر می‌کردیم. مامانم و خواهرامم در حال آماده کردن غذاها بودن. منم به کارای خرید و قسطا سرگرم بودم. چون من باهوشتر از سنم بودم، پدرم حساب کتابا رو دست من داده بود. ولی اونقدر همه چی به هم ریخته بود که کلافه شده بودم.
مشغول کارا بودم و همزمان با تلفنم صحبت می کردم که در باز شد و آقای جمشیدی، یعنی همون آشنای رئیس که ازش جنس خریدیم، اومد داخل. سلام کرد و گفت که خیلی عجله داره و باید زودتر بره. بعدش هم چند تا سفته گذاشت روی میز و بهم گفت که سریع امضا کنم. چون اصلا قرار نبود این ساعت بیاد تعجب کردم و گفتم پدرم الان نیست. اجازه بدیم پدرم بیاد اون امضا کنه. گفت مهم نیست که امضا میکنه، فرقی نداره که. زودتر خودت امضا کن. من وقت ندارم، باید زود برم. منم اصلا از کارای سفته سر در نمی آوردم. چون همیشه پدرم خودش امضای سفتا رو انجام میداد و اجازه نمیداد من دخالت کنم. چون سرم شلوغ بود اهمیتی ندادم و به حرفش اعتماد کردم و گفتم باشه. سفته رو که روی میز گذاشت دستشو گذاشت رو سفته و با انگشت نشون داد که کجا رو امضا کنم. بعد از اینکه امضا کردمم فوری برگه ها رو برداشت و خداحافظی کرد و رفت. وقتی پدرم اومد و فهمید که سفته رو خودم امضا کردم خیلی عصبانی شد. گفت چرا ثبت نکردم تا خودش بیاد. ولی دیگه کاری بود که شده بود. 2 ماهی گذشت. چون اینکه یه روز جمشیدی اومد و گفت که باید بدهیاتون رو بدین چون خیلی زیاد شده. پدرم هم گفت قسطیش کنید تا پرداخت کنیم. اونم گفت که نمیشه و باید همه رو یکجا بهش بدیم. پدرم گفت خب بدهیمون تا الان چقدر شده؟ اگه بتونم جور کنم همه رو یه جا بهتون پرداخت میکنم. اونم برگه های سفته رو جلومون گذاشت و گفت بفرمایید، بدهیتون حدوداً 2 میلیارد تومان شده تا الان. ما که فکر میکردیم داره شوخی میکنه یا اشتباه رقم پرداختی رو خونده. برگه رو نگاه کردیم و دیدیم بله 2 میلیارد تومان. شوکه شده بودیم. اصلا جنسایی که ما خریده بودیم همچین رقمی نبود. پدرم گفت حتما یه اشتباهی شده، بذارید یه بار دیگه حساب کتاب کنیم. اون آقام برگشت و گفت هیچ اشتباهی نشده و قیمت همین بوده و خودتون امضا کردین. دیدیم این همون سفته‌ای هستش که من امضا کردم. آقای جمشیدی بهمون گفت یا پولشو بهش میدیم یا دفعه بعد با پلیس میاد اینجا. بعدش هم سفته ها رو برداشت و رفت. پدرم محکم زد تو سر خودش و به من گفت دیدی گفتم سفته ها رو بدون اجازه من امضا نکن. چطوری همچین رقمی نوشته بود و تو ندیدی؟ گفتم به خدا نمیدونم، سرم شلوغ شده بود. یهو یادم افتاد وقتی داشتم سفته ها رو امضا میکردم. جمشیدی طوری دستش رو سفته ها گذاشته بود که من نتونم قیمت پرداختی رو ببینم. منم سرم شلوغ بود و اصلا متوجه این موضوع نشده بودم. احساس عذاب وجدان داشتم که پدرمو تو دردسر انداخته بودم. نه تنها پدرمو بلکه خودمم تو دردسر افتاده بودم. پدرم بلافاصله رفت پیش رئیس شرکت تا موضوع رو بهش بگه و ازش کمک بخواد. از اونجایی که جمشیدی آشنای رئیس شرکتم بود ممکن بود بتونه باهاش صحبت کنه و این قضیه رو حل کنه. ما که باورمون نمیشد همچین آدمایی باشن نمیتونستیم قبول کنیم و هنوز فکر میکردیم سوء تفاهم پیش اومده و خیلی سریع رفت میشه. اما اشتباه میکردیم. تمام مدتی که پدرم پیش رئیس شرکت بود ما همه زانوی غم بغل گرفته بودیم. من سعی میکردم با خواهرام و مادرم چش تو چش نشم. آخرش خواهر بزرگترم طاقت نیاورد و با حرص و عصبانیت رو به من گفت همش تقصیر توئه. چرا باید بابا همه چی رو بده دست یه بچه 15 ساله؟ خب معلومه که آخرش گنده بار میاره. مامانم با تشر بهش گفت الان این بحثا چیزی رو حل نمیکنه. صبر کنیم ببینیم رئیس شرکت چی میگه. شاید بتونه کمکمون کنه. بابا که برگشت از حالت صورتش که غم گرفته بود و ناراحت بود متوجه شدیم که رئیس شرکتم نتونسته کاری برامون بکنه. مادرم پرسید خب چی گفت؟ میتونه کاری بکنه؟ بابام گفت نه، اونم میگه خودتون امضا کردین و از دست کسی کاری بر نمیاد. باید خودتون یه جوری با هم کنار بیایید.
یعنی هر جوری هست باید پولو بهش بدیم. آخه همچین پول زیادی رو از کجا بیاریم؟ تا 7 نسل بعدمونم جون بکنن نمیتونن این پولو جور کنن. خانوم، فعلا چیزی نگو تا فکر کنیم ببینیم چه میشه کرد. هیچ فکری به ذهنمون نمیرسید. تا اینکه پدرم گفت مجبوریم خونه رو بفروشیم و مقداری از پول رو پرداخت کنیم. مادرم عصبانی گفت اگه خونه رو بفروشیم کجا باید زندگی کنیم؟ حتما باید تو خیابون چادر بزنیم. همه ساکت بودیم. هممون میدونستیم چاره ای نیست و توی دردسر بزرگ افتادیم.